نسیم شمال، عالم صلح، یک مکاشفه راجع به جنگ بین المللی. حاضرین مکاشفه: موسی پوانکاره، رئیس جمهور فرانسه، اعلیحضرت ژورژ پادشاه انگلستان، اعلیحضرت نیکولا امپراتور کل ممالک روسیه، اعلیحضرت فرانسوا ژوزف پادشاه اتریش، اعلیحضرت سلطان محمد خامس سلطان عثمانی، اعلیحضرت ویلهلم امپراتور مملکت آلمان. السلام ای اشرف الدین، السلام افتخار رشت و قزوین، السلام شعرهایت راحت روح است و بس، مرهم دلهای مجروح است و بس. شاعر ملی در این تهران تویی، روح بخش ملت ایران تویی. زار این رنج بر شاد از تواند، مردم بازار دلشاد از تواند. گرم شد در شاعری بازار تو، شاعران هستند از اشعار تو. دیده خلق از نسیمت روشن است، ساحت دلها ز شعرت گلشن است. هست شعر دلکشت در هر مکان، راحت روح زنان و کودکان. یک شبی در باغ پیش نهر آب، خواندم اشعار تو را در وقت خواب. ساعت 6 بود بی گفت و شنود، از سرور و از فرح خوابم ربود. خواب دیدم هست اندر کربلا، در میان روضه و صحن و سرا. شد معطر مغزم از بوی بهشت، رفتم از وجد طرب سوی بهشت. دیدم آنجا منبری از قرص نور، نور حق کرده از آن منبر ظهور. در حضور خسرو گلگون کفن، صف کشیده روح 72 تن. در میان حجره های دلنشین، مجتمع گشته سلاطین زمین. صف زده شاهان یونان پیش هم، مملکت گیران ایران پیش هم. با ادب بنشسته شاهان عجم، داریوش و بهمن و جمشید هم. پادشاهان اروپا و یک طرف، پتر و ناپلئون هویدا یک طرف. محضری از اولیاء الله بود، صاحب منبر رسول الله بود. در حضور رحمت للعالمین صف کشیده انبیا و مرسلین، آدم و ادریس و یعقوب و خلیل، یونس و موسی و عیسی و الجلیل، هود و داوود و شعیب و ارمیا، یوشع و ذوالکفل و نوح و اشعیا.